وصیت 12 ارکان اسلام. روایت از معاذ پسر جبل رضی الله تعالی عنه است که در یکی از سفرها همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم. روز نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم در حالی که راه می رفتیم و گفتم: ای پیغمبر خدا، مرا از عمل خبر نما که به سبب انجام آن داخل جنت شوم و از دوزخ دور شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: در حقیقت از مسئله بزرگ پرسیدی و آن آسان است بر کسی که خداوند آسانش گرداند. خدا را عبادت نما و به او شریک قرار مده. نماز را برپا دار، زکات مال را ادا نما، روزه ماه رمضان را بدار و حج خانه خدا را ادا نما. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را بر درهای خیر دلالت نمایم؟ روزه پرده از دوزخ است و صدقه خاموش می نماید گناه را آنچنانی که آب آتش را خاموش می نماید. نماز شخص در نیم شب و سپس آیت قرآنی را تلاوت نمود. پهلوهایشان از خوابگاه ها دور می مانند، به ترس و امیدواری پروردگار خود را می خوانند و از آن چه به آنها روزی داده ایم خرج می کنند. سوره سجده آیت 16 تا آیت عمل می نمایند تلاوت نمود. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را از سرچشمه و ستون و قله کار خبر کنم؟ گفتم: بله ای پیغمبر خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: سرچشمه کار اسلام است، ستون آن نماز است و قله آن تلاش در دین است. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را به سرور این کار خبر کنم؟ گفتم: آره ای پیغمبر خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زبانش را گرفت و گفت: این را یعنی زبان را نگاه دار. گفتم: ای پیغمبر خدا، ما هرچی میگوییم به عذاب گرفتار میشویم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: مادرت از تو جدا باد. مردم به دوزخ به چهره هایشان انداخته نمی شوند مگر به سبب بدی زبانشان. روایت احمد و ترمذی.